سلام دوستای عزیز، امیدوارم جور صحتمند باشین. در هر گوشه دنیا هستین خوش آمدین. در امروز برنامه از ما دوستای عزیز، برنامه از ما همش خورده بوده. امروز دوستای عزیز برنامه از ما متفاوته دیگه. قد از ما همراه باشین که ما کجا میبرم شما را. دوستای عزیز، ما در خانه خسرو مادر بودم، در موریم یک جایی که شما تا حال فکر نکنم دیده باشین. شاید هم دیده باشین البته. Mamadeles. Terminale, seguiamo tornando, بعد چرا تو کچ ایستاده اونا؟ خب راه نشد بغل بعدی اوش کو بچی درار سراغ جبرائیل هم پول جبرائیل اونه و سراغ جبرائیل این پول من تازه بیار میکنم بخیر دوستای عزیز، میته که بیننده این دوستای عزیز آمدیم در سر خاک. اینجی دهانه کمرکلاغه دیگه. اینجی هم خاکار هم اینجی قبرستانی هم اینجی قدره. امروز 5 جمعه یا جمعه امروز همگی آمدن سر خاک. در اول روزه یقدر شلوغ پلوغ نیه، موقعی که روزه نباشه خیلی شلوغه. دوستای عزیز تا پارسال این طرفا کم بود، خیلی کم بود. امسال خیلی قدر شده، حتی باخی بلنز و کو رفته، خیلی خاک زیاد شده. دوستای عزیز، ما سرخاک آجه خمدم، خدا بیامرزم مرداره. ببینیم دیگه هیچ چیز دست. دوستای عزیز، ما پایین شدیم. دوستای عزیز فکر کنین چقدر خاک زیاده، خدا بیامرزم مرداره. دوستای عزیز، آلی روزه یقدر مردم نمیه. موقعی که روزه نبوده، جمعه ها دیگه اصلا جای نبود، خیلی شلوغ بود. آلی خیلی شلوغ نیه دیگه. دوستای عزیز، بریم سر خاک. دوستای عزیز، من طرف خاک آجه جان برم، خدا بیامرزه آجه مره همه مرداره. نه
یک کمی دزی خاک بریزیم، یک کم دزی خاک بریزیم. نه دیگه و خاک میام پایانم بریزم. خدا بیامرز. فاطمه بیا ویدیو بگیر. خدا بیامرزم مرداره. دیگه تا پارسال تا همینجا بود دیگه. میبینیم چقدر زیاد شده دوستان. دنیا چقدر کوتاهه، چقدر زود میگذره. دوستا برم از اینجا آو کردم گوش کردم یک چند خاک دیدم هست ولی دوستا سعی کنین حتی امی کوههای خیلی بالا بالا هم پر شده. حتی دباله تپه ها بله کوه ها مت قبرستانی است از بس که زیاد شده. شهزاده بغل ما چه نیه دو تا قبر کنده اونجی هست. چون که قبری است کی باشه.
دوستا امین جی که میبینین امین جیر دوستا یک قبر خیلی کلانه امامزاده میگه اونجا هم باز انشالله موری بینالی مادا جان نریم دوستا سعی کنین از کو چقدر پایین میشن دوستای عزیز این هم قبر امامزاده دیگه هر حاجت داشتین دوستا از همینجا بگین انشالله حاجتاشون برآورده شه به امید خدا دوستا هر کس که من دور ازی فکر کنم 3 دفعه من چون چند دفعه دور مخره بس یک دانه سنگ دیگه هم هست بله دیس خو میگرن که او سنگ اگر نیت منن اگر او سنگ راست دور خورده که او یعنی میگه که حاجت من برآورده میشه ای سنگ یک دانه سنگ اونجا یک دانه ایت دسته دانه انگوش خینتری میگرن ما چون چرا میگه اگر نیت منن باز اگر راست دور خورد که میگن که خوبه اگر چپ دور خورد بازم انشالله خوب کنن نمیدن میگن خوبه دیگه نمیگم بد ولی میگم خوب گپی خوب بد را اصلا در زبان نمیارم همش میگم خوبه دوستا بابای مهدی هم خواست از این کو بالاشه بالا نتنیست از اینجا میخواست بالاشه دوستا از اینجا البته ایت در گوشی ایت خیلی بالا دیدم چه ولی بالاه دوستا این کال کلان رو میبینین این طرف جبرائیل را داره این میبینین حدیث او پشتا خیلی تازه میخواین جور کنن اینا را شارک پشت شارک رضا دیگه این شارک رضا میشه شارک رضا میشه بعد از بغل شارک رضا میشه وسیلات شما نه همگی از ما یک رنگه حالا پشت ساختمون های همین نمای نه اون طرف بودم عاشق نمای نه اون نماوات داشت هر داشت خونه تیار بیرن سگو هم میگین یک مدل هم اینجا هم را بسته این تلویزیون اسمر میر تجیب بیل دوستان ما سرخاگا رفتیم دوستان اونجا آمدیم دیگه از اونجا نظر بخش نکردیم خاطرم روزه بوده دیگه کس نظر بخش نکرد دیگه من نظر خود گرفته آوردیم میجز مونترتانه حالی دوستان در کوچه در چند خانه هستم اینجا میکنیم تقسیم مونیم دیگه اونش کس نظر بخش نمیکرد روزه بود دیگه ما گرفتیم نظر خود خورد
دوستای ما مهما جان کوچه داخنه چند تا خانه همسایه است دیگه. این بود برنامه از مو دوستا، تا برنامه دیگه ما خداحافظ.